مته دیوار، مته آهن. فرقش چیه؟ اینجا یه دونه زایده کوچولو داره، اینو میتونی ببینی، فرقش رو تشخیص بدی. این نوکش صافه ساده است به همین راحتی. رو دریل حتما با چکشی استفاده بشه، عکس چکش داره رو دریلا. رو دریل حتما بدون چکشی استفاده بشه. این مته رو با چکشی استفاده کنی نابودش کردی. مته دیوار، مته آهن. فرقش چیه؟ اینجا یه دونه زایده کوچولو داره، اینو میتونی ببینی، فرقش رو تشخیص بدی. این نوکش صافه ساده است به همین راحتی. رو دریل حتما با چکشی استفاده بشه، عکس چکش داره رو دریلا. رو دریل حتما بدون چکشی استفاده بشه. این مته رو با چکشی استفاده کنی نابودش کردی. مته دیوار، مته آهن. فرقش چیه؟ اینجا یه دونه زایده کوچولو داره، اینو میتونی ببینی، فرقش رو تشخیص بدی. این نوکش صافه ساده است.